از زمانی که منبر دا بودم تا حاضر میگم همیشه پیروی از مذهب حنفی کنید. دائم پیروی را از مذهب حنفی برادرای عزیز بیرون سراغ نکنید، زیرا در داخل مذهب ما و شما آن چیزی را که تو سراغ داری از بس که بی علمی، بی سوادی یا فریفته کسی دیگری شیده‌ای از درون همون مذهب تو دریافت کرده میکنی. این عیبی تو هایی که تو نمیفهمی، تو نمیدانی، تو ندیده. اگر امام ابو حنیفه برادر عزیز با گفته بعضی از برادرای ما که او اهل رای ای عقلش سخن پیغمبر ماندگی، سخن خدا ماندگی بوده است و ای عقلش کار بفرمانده، اگر به شرطی که مثل همین گفته برادران میشی، حضرت امام ابو حنیفه نمیگو که سخن مرا در قرآن و حدیث اگر نیافتی با دیوار زده پرچه پرچه کنی. اینا برای چی گفت؟ یا خود حضرت امام اوزاعی خطی همین بحث بگیم بحث نه، حتی امام ابو حنیفه را پیش حضرت امام اوزاعی که او مردک محدث بود، حتی شاگرد امام ابو حنیفه عبدالله ابن مبارک وقتی پیش امام اوزاعی رفت برای تعلیم حدیث، گفت از کجایی؟ گفت از کوفه. گفت این شهری یک از ابو حنیفه میگن با رای کار میکنه، با عقلش کار میکنه، حدیث های پیامبر مونده که از اون شهری دیگه عبدالله ابن مبارک یکم گفت نزد خلق کردن برای که شاگرد ابو حنیفه بودن. میدونید این تهمت در شهری بود. هگاه بعد همون گویم دست خطایی که حضرت امام ابو حنیفه داشتن، هموکر آوردن بودن حضرت امیر یک مطالعه کن. مطالعه کرد، وقتی بر اومد گفت که مال کی است؟ او مطالعه کردی؟ ای گفت کدام آدمی هست بسیار عالمی کلام است. گفت همون ابو حنیفه هست که شما گفتین که وای با حدیث و آیت کار نمیکنه، با عقلش کار میکرده. برای بسیار مسئله بود. حتی محمد باقر خطیم نبیره پیغمبر ما خطیم حتی روبرو شیدن، همون دارم برده سیاش کردن. گفتن ابو حنیفه از رایش، از عقلش، از شورناکی خودش استفاده میبرد. محمد باقر گفت ای مردک خود، تو سخن بابای من ماندگی به عقل کار میکنی. و حق داشتن گفت زنن، اون نبیره پیغمبر بود. این حضرت احترام کرد، گفت بسیار نیک میشد شیریم روبرو هر دومان صحبت شیشتن. دیگه گفتن که امام ابو حنیفه را در حال حضرت امام ابو حنیفه یک دو سه مسئله را پیشش آورد. گفت نماز مهمتر است یا روزه؟ ابو حنیفه محمد باقر را گفت کدامش مهمتر است؟ و البته نماز مهمتر است. گفت اگر من به عقل کار میکردم برای زنکایی که حیض میبینن، اگر ماه رمضان میشد میگفتم که خب نمازاتونه، روزتونه، نمازاتونه نخوانین و نمازاتونه بخوانین و روزتونه نگیرین. ولی فرموده الله مهربان است که زنی که از حیض که پاک شد او روزش قضا میداره و نمازش نمیخونه. اگرچه نماز حکمش بلند است ولی من به عقل کار میکنم، من عکسش فتوا میدادم. احمد باقر گفت پلیتر گفت پیشابه یا که منی پیشابتره، منی نجیستره یا که پیشاب؟ اون پیشاب یعنی پیشاب به نماز میکنن. اگر آبی منی در لباس کنن بزنن پاکشید بیرشی کردیم ما میتونیم نماز بکنیم. گفت البته پیشاب پلیتر است. گفت پیشاب که پلیتر باشد من به عقلم کار میکنم، هر پیشاب دا میگفتم غسل کنیم و در منی مقصد میگفتم که طهارت کنیم. لیکن حکم شریعت است که در پیشاب باید طهارت کنن، در منی باید غسل کنن. میگم محمد باقر ایجاش کس ای پیشانیش بوسه کرد.
اون پیشمند شما را سیاه کرده. از این لحاظ برادرای عزیز بسیار احتیاطین. من همچون برادرتون به خدای مهربان قسم به خاطر خدا میکنم، یگان غرض ندارم در راست یگانگی شما. ما اولاد به اولاد اجداد با این مذهب آمدیم. همین امام قرضاوی از زنده در شهر قطر از عمرش 90 هم گذشته. یکی از عالم‌ها بسیار برجسته، صاحب چند کتاب، حتی شیخ‌های همین عرب هم اعتراف میکنن عالمی شد. این چی میگه؟ میگه در کدام دولتی که کدام مذهب فعال باشد دیگه مذهب داخل نشود که در اونجا فتنه میشود. گفتن حضرت چیکار کنیم پیش روی فتنه را بگیریم، همین جنجال‌های بین مسلمانان نشود. او کدام دولتی در کدام مذهبی در اونجا مذهب دیگه نرود. اگر چه 4 مذهب بر حق هم دارد، لیکن اینش در اینش بگه ندارد. همین شبکه هایی که من نمیدونم در روسیه میگیرن اینمی مثال حق توحید و اینمی مثال در تاجیکستان هم یا کانال شبکه ها میگیرن، در اینجا میگیرن. همین شبکه ها دارم من گوش کردم. اونم عبدالفتاح خدمتی را، اونم عبدالقدوس دیخانه، همین را گوش کردم. سوال دادن از افغانستان که حضرت ما همین تراویح را 8 بخوانیم یا 20. گفتن که اصلا بگیریم 20 رکعت، 8 رکعت تراویح در یگان روزه است برادر عزیز. نآمده از پیغمبر یگان حدیثی که پیغمبرمون 8 رکعت تراویح خوانده است. کجا در اون حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعت را برادرها بعضی ها میارن، او ای نماز تهجد است. او خودش هم در باب تهجد آمد. باب تراویح خودش مخصوص باب است که سخن حضرت عمر میارد که در زمان خودش آمد مردم هم که جمع شده که هر کی تراویح را جدا میخوان. حضرت عمر گفت ابی ابن کعب است، یعنی حافظ قرآن همون زمان پیامبر بون حتی گفت هستن. تو حضرت پیش خودم روان 20 رکعت ای کشتش. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبدالله بن مسعود، جمعی اصحابی که همه عالم و همه صاحب مرتبه بودن ای پشت حضرت نماز خواندن، 20 رکعت خواندن. اونها برادرای عزیزی طریق نمی‌ترسیدن که یکی اگر ما بازی بگیم حضرت عمر توی را ایتجا آوردی، حضرت عمر حکم قتل شد رو را و از هیچ حذر نداشتن. کسی سنت پیغمبر از ذره اگر یگان عوض میکرد به خدا باور کنید او را احوالش خیلی بد بشید، ولی یک کس اعتراض نکرد.